آیا میدونستید که بدن انسان قادر بیش از 2 میلیون نوع بوی مختلف رو تشخیص بده؟ این توانایی باعث میشه که ما بتونیم عطرها و بوهای مختلف رو تشخیص بدیم و به یاد بیاریم. و نکته جالب دیگه اینه که هر فرد دارای اثرانگشت زبانی منحصر به فردیه. یعنی زبان هر فردم مثل اثرانگشتش الگوی خاصی داره. حالا بیاید به سمت پدیده‌های طبیعی بریم. آیا می‌دونستی که در کلمبیا رودخونه‌ای وجود داره به نام رودخونه رنگین کمان؟ این رودخونه در فصل باران به دلیل وجود گیاهان خاص و مواد معدنی رنگ‌های مختلفی از جمله قرمز، زرد و آبی رو به خودش میگیره و منظره بی‌نظیر رو خلق میکنه. اگه برات جالب بود قول بده که ویدیو رو لایک کنی و کانال منو سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی تا هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوب خودش بهت خبر بده. تا ویدئوی بعد، بدرود.